یه خونه‌ای که چند تا خواب داره رو همینجوری تقسیمشون نکنیم. مطالعات آماری نشون ده که نوجوانا 73% از تایمشون یا به عبارتی 18 ساعت از طول شبانه روز رو تو اتاقشون سپری میکنن. این در حالیه که والدین فقط 9 ساعت رو اون هم برای خواب توی اتاقشون هستن. پس طراحی و انتخاب یک اتاق مناسب برای نوجوانا امر کاملا حیاتیه. اما داستان پروژه اتاق شمال شرقی که مشرف به کوه بود برای دختر خانم کارفرما انتخاب شد. طول 5.30، عرض 3.5 و ارتفاع 4.5 رو داشت و مودبورد ما از 2 نوع سرنخ تشکیل شده بود. اول ویژگی هایی که همه دخترها توی این بازه سنی دارن، دوم علایق و اهدافی که دختر خانم کارفرما به صورت شخصی دنبال میکرد. جنبندی کار 3 بخش اصلی رو به ما نشون میداد: بهداشت و آرایش، خواب، استراحت، معاشرت و مطالعه و کتابخونه. بریم سراغ پلان. همراستای ورودی بخش حموم توی پلان قرار داره که به خاطر همین کمدهای لباس و میز آرایش رو توی این قسمت قرار دادیم. برای خواب یه تخت کوئین با منظره کوه رو توی این قسمت قرار دادیم. اما برای مطالعه باید یه سری پله رو بالا بری، از امبینت کاملا خارج بشی، توی نیم طبقه یک فضای کاملا مستقلی رو برای این کار داشته باشی. همه آبجکت هایی که اونجا چیده شدن در راستای این هستن، به خدمت گرفته شدن تا به اون تصویر ذهنی که تو آینده از خودت ساختی بهش برسی. بریم سراغ دکور. تو قسمت خواب یه کاغذ دیواری طرح گل برجسته از ونسا کیلینگز معروف استفاده شده که بر اساس سرنخ‌هایی که خود کارفرما بهش علاقه داشت. برای قسمت بهداشت و آرایش هم یه سری کمد لباس، آینه قدی و میز آرایش قرار داره که این قسمت رو با ارتباطی که با حموم داره تکمیل کرده. متریال حموم از رنگ مورد علاقه کارفرما و از نوع تراتسو ایتالیایی که چون تو ایران نیست با میکروسمنت قابل اجراست. مرسی از نگاهتون. لطف میکنید این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید.